انسان نباید ناامید بشه، امیدتون نباید از دست بدید. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگر رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مال تو هم از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردی، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقی براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 ساله تو بر باد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگان. انسان نباید ناامید بشه، امیدتون نباید از دست بدید. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگر رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مال تو هم از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردی، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقی براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 ساله تو بر باد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگان.